بینندگان عزیز بینندگان عزیز السلام علیکم. اینجا ترکیه شوای در هدکی در غازیم بر مدنی محتوا دیدم راحت کردم شما هم تماشا کنید. محتوا کامل گرچیدگیه. قریب بریم. آنا دوغای محتوا دیدیم. یکون کس هست. محتوا باری بالا حضرتی برکبرما. یا برگرد بینیم کیه تدرنش کیه هست. یکون کس یکون امریکانی هست. اینا باشه محتوا قریب ترش بریم. محتوا کامل گرچیدگی باشه. اینم بچه عزیز خیمه ما لامپچکمون یا جوگای خوبمون اینا نشنای رژیم گیرم کنیم خشوتر میبینیم. این طرف نه نشنای رژیم لب خوب ندیدیم. محتوا در نشنای رژیم خیلی تماما دیگرگون. باز تکیار میشه و شو ستوره را که نمیبینیم. ستوره هم چرا نک نمیبینیم شو. این همه خیل بچه عزیز یا یک فنری که دشک دیوژه این قطعی داریم. از نزدیک میریم روشن میشه. دیدی هر بالای ماشین اگر خرس همینجا که بگذره روشن میشه. یک تا دیگر در اونجا داریم. جوش نیستی. دیدی مرگت داره. و هم گیرون میشه اگر حرکت شد. نه مرد حرکت میکنیم وزیر نفرستی هستش. اینا بچه عزیز 5 متر کار میکنه. خب بریم در جوگهمون بدرویم دم بگیریم یا چای گرم زنیم بعد دم گیریم. یا سویت سولنشینی داریم. این اپاراتش که گیرون کنیم یکون سویچه. این روشنیش به حد خوب. خب برادر عزیز زنبور اومد در روشنی. این روشنی ما زنبوری سر روی ما را بینه. در جنگل که زندگی که هم خیلی میشه ها. چیگب نداره. این درونی خیممون. این بچه عزیز چند روز شد حساب هم گم کردیم که چند روز در جمعه هستیم. نصیب باشه پگاه دیگه میریم خونه. خبر گیریم باز میریم. بینندگان عزیز صبحتون بخیر. خیستیم یک دواداو چپروز کردیم. یک چای موندیم. چای میکنیم جوش اومده است. یک چای دم کنیم و نانشته کنیم. باز ای پای زندگی امروز لبه خینگو میرم که ببینم ماهی هست نیست. در دو
سوختیم. چایمون جوش اومد. اینه چایونی که ما چای جوش ما چایمون هم جوش اومده است. گرمه چای دم کنیم. کامیرامون محکم شده، باید باز شو زیر. تماشی در کامera نه همسایه‌مونه بچه‌ها. ساری خطی دو غلا داره. دستشم گرم شده است، نورش هم گرم شده است. سوختیم. بیا اینا بچه عزیز سکارت کم نتیور کردیم کو در سکارت که یگانش دخته می شود. حال گرمش کنیم، بعد یگانش پازیم یا نونشتایی مایده کنیم، بعد خیزیم. تخمای همسایه را دزدیدیم بچه ها. مردم هم مادن اینجا که بر کرده ایستن. یوغان باشو عزیز، راهی خنبیدنی سنی خینگو و یافتین. میریم میگیم که بریم یک بینیم ماهی هست یا نه. توران و اکرام بریم خوش کنیم که اگر ماهی بزنه. وقتی ماهی شده است، شده ایستاد، نزنه باز با فرجت دم میگیریم. جریان نه را جوربی تلخک میگم در جای ما. اینجا باید شخوچه هم بوده است. این شخوچه اپگای اومده است و بگه باز دریتر می شود. ولی طرفتر آوی زنگه بچه عزیز یا آو زنگ داره. در آوی زنگ ماهی هست، فقط که کمتر دریای. حضرت جوره را گفتیم که یک برادر اینجا جوره جان نام داره. گفتیم که چه خیلی وضعیت گفت که کمتر آو دریاتر اینه که روزهای نزدیک خبر میکنیم دوتا بریم، بعد خبر کنیم قطعیش ماهیگیری بریم. جوره ساکین نیگوفه و ماهیگیری ماهی رای به حد ماهی را خوب میگیره. خورش فقط با شست گرفتن، ما هم ندیدیم، دیگر رو تعریف کردن. نصیب باشه روزای نزدیک میبینیم. ما بچه ها بیم ازار رسیدیم در سر آوی مزار. ای سر آوی مزار نیست؟ سرخوی تیگو اینجا. من اینجا یگانجا تورا را میپرتیم، میگردیم میریم. من چو برای علاو بسا بودن نکرد نگه دیگه کتال گواردنی هم خیلی کار خیلی در یگان گردو ها نامجا خوب بریم اکتار نشد. برادر آزاد مزور ما اکرام نخواه کردیم در همه جا. نصیب باشه بگه خبرتون میگیریم، بعد با ماهیگیری شروع میکنیم. اگر که باشه، نباشه باز یکم وقت دیگر یک چند روز بعد توقف میکنیم. چند روز بعد یو باز حرکت. هزین بسیار در اینجا. ما هم تپه را برمدن در کرای. اینه بچه ها گفته که ارچه اینه در جا وزمین چلکش بسیار شدگی. نه همین را چلک میگن.
یعنی تخمش. های ببریم باز بناور میگیریم بچه‌ها ها. عزیز در اینجا سیرنک میروید است. سیرنک میگیم میره. بعضی ها چرنیلاکی خونگی میگن دشتی ها بوی شرگیم. نه این بیهات پرپروای خوبای بوی با مزه داره. در آبخود میدوزیش خوک میکن در آبخود میدوز بیهات با مزه میکنم. همه جو پرنه که ایو مردمی مقیمی استفاده نمیبرن. استفاده بردن در کار. این هم داروی هم میخریش. بچه عزیز این سیو حال خومای هم خیلی سیو بسیار و تاگش ریختگی یک تا بگیریم چخلای سیو خوشمزه. حتی بعضیش یه طرفیش ترشدگی پختگی به حد مولای میزورشته که هایی بریم خوک کنیم. اشکال دارن ملکه کم باقلی هم بعد افشارد کردنیمو خیلی بزبالشتگی با یک دروش درماده اش شوریدن نکر. فقط امیرات دیگه میشوریم نیرم شوردن نکر. صاحبش پوچیم نگه. خواب برداریم ما رسیدیم در تشکیل خدمو. یه همسایمون حالی هم کار کرده است. زن بروقتی این مردک با فرجه کار میکرد. یک زنبرو هم تا گنده هستن که نزدیک رسن نمیتونی. اینا فانوسی ما هم خلامشکه داریم در همیجا طرف زیاد میترسی که برای زنبرو به حد گندشتگی مردک دو دوزکش در آسمان. یه بچه ایش کشکه کردی؟ خب برادر عزیز خیلی نوار ادامه میتیم با بینندگان عزیز. السلام علیکم. بگهتون بخیر باشه. بگه شد خمید اومدیم لویو خبرگیری. جورا جان گفت که بگه ها دریا میشه. گفتیم دریا میشه خیلی نکی به حد دریا میشده است. گنده دریا میشده است. توی مور نبوده باشه. توی ها یا کنده است پرت است. اینه یا قدیم رو گذاشتیم به پروازیم خود دریاش دست نمیگذاریم. خب خیر اخیرون میبینیم دیگه توی رو بینیم خبر گیریم باز خواهیتون میگم اگر زده باشه. بینندگان عزیز گشتیم خالی یا تگهش گرفتن است. او دریاش دست نشید گرفتم اینجا طوری نگرفت. بگه که بینیم از یه چخلای همجا اویزنگ های میریم در همه اویزنگ در وقتی یه جوشتنش و خینگو اوی مزار در همونجا طور رو میپرتویم و انتظاری میکشیم بینیم چی میشه. و شو بگه نایگوف میگن دیره. بگه نایگوفت چیزی کل کردگیه بچه. این خیلی تعجب آور. بینیمش چیه؟ دو گل داره یکی در نظرم نه باور کنیم بچه خوش گل کرده. اینا خوش گل کرده است در حالتی که اینجا خوش رسیدگی سرخی. روند طبیعت بردارو ما شما نمیفهمیم. زلال در جا یک کم زیاد دیدم ولی
بریم درون جنگل ببینیم که زیاد باشه بربریسه یعنی میریم چیندن میگیریم کیلو زیرول در جاهای ما 20-25 سومونی. اینایی زیرابای هم اینجا بسیار رسیدگی های وقت چیندنش. ولی برادر گفته بود که بچینه میگیرم بینیم اگر که حالیم در گپش ایستادگی باشه میچینیم یگان 400-500 کیلو. خواه برادر عزیز برام با تایم سیب بگذارم یک سیب پختگیش بکنم پرتونیم در دهانه خوی خریم طرفی خیمه. برادر عزیز امرای ما امید بدل ایلنگر امروز ما را کیدت کرد گفت که میستم یا تو نگفت برام گفته نگفت شد در خونه خودش در لنگر رفتم نگفت حاضر خبری افتیم که رفت بدستیم سیب پختگی های همین را بگیریم این را ترقاتی گرفته ایستیم ما خودی خودشای اینگه اکنی بچه ها یک تیرگه میجا پختگی هایشانیم گیریم خیلی امروزش بحثه با پگه ایدوما چی افته سیبی جنگلی رنگ ای خدرو یعنی ای تاوی سیو را بین حاضی وقتی اومدن خرسای خرس باید همین نزدیک ها خطی بیان دیگه خیلی ولی مولی چپون همی جای هم درای زن گفتگی بلو گوسپندی چپون همی جای خرس خراکت داره حاضرش وقتی که او رفت میخوام یه سیوه با سری میزنه در تکی سیوی خوردگیش زنبره میپرتوه یعنی رحمت گفته اوی میخره طرف کنه کارش همی اخیرون میایه سیوه میخره اولیچه را میخره دلونه را میخره خوش میخره بعد یک گوشتگاه بلوش یا اون باشه میپرته با بهار نصیب باشه ای فیورال مرد سر میکنه خیستنه. بچه عزیز اینمون رسیدیم در نزدی ملکک مو باقلیمون یا ملکک که دیگر باید بکنیم امروز نشید پگه در نزدی خیمه رسیدیم. خب زنده باشید تا باز دید.